دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 23 ایون سال 2026 باشد و شما نشان میدیم گلوسی اشت رو. در اشت از همین یک 20 گکتار کردگی هستند و این گلوس رو تنها خارجی ها میبرند چون که قیمتش بلند است. گلوس نوعی крупноплодной فکر میکنم ملیتوپольський باشد، استحصال اوکراینا و حاضر میبینیم. من همین گلوسی اشتی 14 گرم اینش 15 گرم و اینش رو میبینیم. چورده اینش 15 و اینش 15 گرم برای گلوس. این نهایت گلوسی زور است. این گلوس رو تولیبکا از اشت با نرخ 50 سومونی چخیلی که گفتم خودشون و من فریب نمیکنن ویا 50 سومونی چینده برده سودن روسیه. در بازار ما برای چی این نیست؟ این بازار ما هم بیاد 50 سومون میشود، در بازار 50 سومون میشود، لیکن برای چی این 50 سومون خریده سودن؟ برای که این روسیه برن در اونجا ممکن 80 سومونی فروشن. گلوس درجه اولی است. همون گلوس رستمی از این خورتر هست، لیکن گلوس رستمی رو با تک پیوندش رو دیگر که ما میبینیم. این گلوس اگر کدام باغی علمی، باغی اقتصادی، باغی تجارتی کردنی باشد، این گلوس کردن در کار با امروی این گلوس باز دیگر گلوس رو هم شنودن در کار. گلوس زرد رو، گلوس لاپینس رو یا دیگر گلوس رو که این رو گردآلود کند. این خود را گردآلود کننده نیست، لیکن وقتی که گردآلود کننده رو در نظرش میشنونید از این بهترین گلوس نیست قریبی که این ببینید. این چقدر این من چرتش گیرم دستم دا چرتش یک دست پر میشود. دیدید نبینید. امسال خدا خواهد اکیتولی وعده کردن که بیا مومتیم گرفته بر پیوند کن. اکنون حجمش رو میسنجیم. بینید همین دهانی بقلشکا 30 میلیمتر است، یعنی 3 سانتیمتر است. این باز یک سانت از این طرف نیم سانتیمتری، 1 سانتیمتر دیگه قریب رو است. این 31 نه، این میلیمتر گویم، این 34 میلیمتر است. این 34 از 4 میلیمتر، 1 سانتیمتر نه کمتر، 34 میلیمتر است. این که برای گلوس 34 میلیمتر این درجه اولی می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو دو گاز میکنید، یک گاز گزیده نمیشود. دونش نه اونقدر کلان، نهایت سرگوشت. دو گاز میکنید این رو، دیدید داخلش منه خلاصی گپ کدومی میخواهد باغ از این باغ کند، باغ تجارتی کند. من امسال خارج کشور میرم مخصوص برای همین گلوس تک پیوند وسیل 2 میبیارم. نصیب است، خدا خواهد در نقشه است و باغ کردن میتیم که کیلوی گلوس رو 50 سوم میفروشد. این برای تجارت ها. همدیران عزیز، من همین خیلی بود پیشنهادی گلوسی اشت در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.